به نام خدا. با عرض سلام و احترام، من جعفر نخجوانی، مربی آموزش آتش نشانی هستم. موضوع بحث این جلسه‌مون در خصوص انفجار و محصولات ناشی از انفجار هست. تعریف انفجار به یک افزایش شدید در حجم و آزاد شدن ناگهانی انرژی میگن که معمولاً با افزایش دما و آزاد شدن گاز همراه است. قانون مهم در انفجار: همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردیم، زمانی که ما صدای انفجار رو میشنویم نشانه اون است که از محل انفجار به مقدار کافی دور بودیم و تونستیم صدای اون رو بشنویم، در حالی که اگر در محدوده خطر باشیم قبل از شنیدن صدای انفجار آسیب خواهیم دید. پس شنیدن صدای انفجار نشانه مثبتیه. پذیرش و فهم این قانون باعث کاهش اضطراب ما در مواقع انفجار خواهد شد. محصولات ناشی از انفجار: موج انفجار، حرارت زیاد، صدای شدید، گازها و مواد جامد متصاعد شده از انفجار. موج انفجار خطرناکترین محصول انفجاره و رأساً مانند یک ضربه فیزیکی سبب آسیب‌های فیزیکی میشه و از طرف دیگه در اثر برخورد با اجسام جامد اونها رو تبدیل به ترکش میکنه. موج انفجار سبب موج گرفتگی در انسان میشه. موج گرفتگی در زمانی اتفاق میفته که یک بمب یا ماده انفجاری در نزدیکی فرد منفجر و امواج فشار قوی و ناگهانی به بدن وارد میشه. این امواج میتونن باعث آسیب به بافت‌های نرم، ریه‌ها، مغز و حتی ایجاد اختلال در عملکرد اعصاب بشن. فرد دچار اختلالات جسمی و روانی میشه. علائم موج گرفتگی: 1. وحشت و ترس شدید، احساس ترس و اضطراب غیر قابل کنترل. 2. فرار، تمایل به ترک موقعیت یا فرار از اون. 3. ناتوانی در استدلال، مشکل در فکر کردن واضح و منطقی. 4. مشکلات گفتاری، لکنت زبان، صحبت کردن با صدای ضعیف یا مشکل در بیان کلمات. 5. ضعف روحی، احساس ناتوانی، ناامیدی یا از دست دادن علاقه به زندگی. 6. دردهای عضلانی و اسپاسم‌های ناگهانی در نقاط متعدد بدن. 7. سردردهای مکرر و میگرن شدید که اغلب به دلیل آسیب به بافت مغز و فشارهای وارده است. 8. مشکلات شنوایی از جمله موج گرفتگی گوش. صدای بلند انفجار میتونه به گوش داخلی آسیب برسونه و باعث وزوز گوش یا حتی کاهش و از دست رفتن شنوایی بشه. ممکنه سبب پارگی پرده گوش و خونریزی از گوش بشه که نباید جلوی خونریزی گوش گرفته بشه. 9. اختلالات خواب و بیخوابی به دلیل استرس، اضطراب و دردهای مداوم. 10. اختلالات روانی و موج گرفتگی اعصاب و روان شامل اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD و مشکلات شناختی مانند فراموشکاری و کاهش تمرکز. 11. ضعف عضلانی و کاهش توان حرکتی به دلیل آسیب عصبی یا عضلانی. پیشگیری از موج گرفتگی ناشی از انفجار: استفاده از تجهیزات حفاظتی، استفاده از کلاه ایمنی و وسایل محافظ گوش میتونه سبب کاهش آسیب به گوش بشه. اگر در فضای باز و خیابان در زمان بمبارون گرفتار شدید، خدمتتون قبلا هم عرض کردیم، سریعا روی زمین بخوابید، با کف دست‌ها روی گوش‌ها رو بپوشونید و دهان نیمه باز باشه تا به عوارض موج انفجار کمتری دچار بشید. مراقب سلامتی خودتون باشید. در پناه حق.